سلام، روزتون بخیر. درس 21 از کتاب هانون، حرکت پایین رونده، دست راست. اینجا انگشت چهارم میاد روی می، و دوباره انگشت چهارم میاد روی ر. و انگشت چهارم میاد روی دو. به همین صورت ادامه میدیم. دست چپ حرکت پایین رونده، درس 21. انگشت دوم میاد روی می، انگشت دوم میاد روی ر، انگشت دوم میاد روی دو و به همین صورت ادامه میدیم.